بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحبت من مخصوص برای جوانان هست. دانشمند میگوید که اذا اردت الدنيا فعليك بالعلم و اذا اردت الآخرة فعليك بالعلم و اذا اردتهما معا فعليك بالعلم. دنیا میخواهی، زندگی آسوده و سعادتمندی و کامیابی ها در زندگی میخواهی، به علم نمیشود. علم بیاموز. حالا آخرت یعنی جنت میخواهی، قصرهای در جنت و تمامی یعنی فردوس الاعلی میخواهی، باید که علم بیاموزی. چرا که حتی عبادت کرکرانه، به سوادی، به عقیده، به هدفی، به مقصد قبول نمی شود. پروردگار قبول ندارد. باید همه چیز در اساس علم و در اساس معلومات عمیق و دقیق و با اعتقاد و اخلاص عبادت ها. تمام نیکی عبادت است و هر عبادت یا هر نیکی اجر و پاداش و قصری در جنت است. پس با علم می شود. حالا میگوید هر دو رو میخواهی هم دنیا هم آخرتت آباد باشد، به علم نمی شود. علم بیاموز. جوانان عزیز، ما و شما در یک عصری تکنولوژی، ترقیات به نهایت در یک سرعتی بلند ترقیات و پیشروی ها هست. اگر اندک کندروی کنیم خیلی عقیب میمونیم. به خاطری که پیشروی کنیم، به خاطری که از دیگران عقب نمونیم و همیشه پیش صف باشیم، باید که علم بیاموزیم. و یک چیزی دیگر را خاطر رسان میکنم. گذشتگان و نیاگان ما و شما همیشه یک امپریای بزرگ علم و فرهنگ و آداب و اخلاق و مدنیت بودن. هیچ وقت باید این را فراموش نکنیم. در همه عصر زمان مستقل نداشتیم، دولت مستقل هم نداشتیم، امیر و امیر خورده و امیر بزرگای یعنی پراکنده داشتیم، لیکن در علم و معرفت و در آداب و اخلاق و در تعلیم بهترین استادها و بهترین شخصیت‌ها و بزرگترین شخصیت‌های خدمت کرده داشتیم. این رو فراموش نکنید. و نقطه اخیری که میخواهم تأکید کنم، میخواهید که عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو نیترونیک، قلب رو صاف و پاک و برای به هدف رسیدن و به مقصد رسیدن سعی و تلاش. با این همه با قله های بلندی عزت و برکت و سعادت و به یک انسانی کامل و مفید و منفعتناک برای خود، اهل و خانواده خود، پدر و مادر خود، وطن و کشور و دولت و حکومت خود و مفید و منفعتناک برای بشریت و انسانیت می شوید. موفق و کامیاب باشید.